مفهومی که خنثی باشد غیر ممکن است و وجود ندارد. مروری بر معجزات. درس 17. این ایده گام دیگری در جهت شناسایی علت، معلولی است که واقعاً در جهان عمل می کند. این گونه نیست که دنیا فکر می کند، اما باید یاد بگیرید که این گونه است که شما فکر می کنید. اگر چنین نبود، ادراک علتی نداشت و خود علت واقعیت بود. این امر به سختی محتمل است. شما هیچ چیز خنثی نمی بینید زیرا افکار خنثی ندارید. همیشه این فکر است که در اول به ذهن می رسد. با این وجود، وسوسه به باور برعکس آن همیشه محتمل است. در اجرای ایده امروز با چشمان باز به خود بگویید من هیچ چیز خنثی نمی بینم زیرا هیچ افکاری که خنثی باشد ندارم. سپس به خودتان نگاه کنید و به هر چیزی که یادداشت می کنید آنقدر نگاه کنید تا بگویید من یک خنثی نمی بینم زیرا افکار من در مورد خنثی نیستند. برای مثال ممکن است بگویید من آن دیوار را خنثی نمی بینم زیرا افکار من در مورد آن دیوار خنثی نیست. من بدنی خنثی نمی بینم زیرا افکار من در مورد بدن خنثی نیست.